روزی وقتی که عیسی در معبد خدا مردم را تعلیم داده خبر خوش را اعلان میکرد، به نزدش کاهنان کلان، استادان شریعت و پیران قوم آمده پرسیدند: به ما بگوی تو با کدام حقوق چنین کارها را میکنی؟ این حقوق را به تو کی داده است؟ عیسی در جواب گفت: من هم به شما یک سوال دارم. شما به من جواب دهید که به یحیی کی حقوق داده بود که آدمان را تعمید دهد؟ خدا یا انسان؟ آنها با هم محاکمه نموده گفتند: اگر خدا داده بود گوییم، او از ما میپرسد که چرا به یحیی باور نکردید؟ اما اگر انسان گوییم، تمام مردم ما را سنگسار میکنند، چون که آدمان باوری کامل دارند که یحیی پیغمبر بود. آنها جواب دادند که نمیدانند و عیسی به آنها گفت: پس من هم به شما نمیگویم که با کدام حقوق این کارها را میکنم. بعد عیسی به خلق نقل کردن این مثل را سر کرد. شخص تاکزار بنیاد کرد و آن را به چند نفر اجاره داده به مدت دور و دراز به کشور دیگر سفر کرد. چون وقت حاصل غنداری رسید، او خدمتگار را به نزد تاک پروران فرستاد تا حق خود را از آن تاکزار بگیرد، ولی تاک پروران او را زده با دست خالی فرستادند. آن وقت او خدمتگار دیگر را فرستاد، ولی آنها او را هم زده حقارت کردند و با دست خالی فرستادند. او باز خدمتگار سیومش را فرستاد، وی را نیز زخمدار کرده بیرون پرتافتند. آنگاه صاحب تاکزار گفت: چی باید بکنم؟ پسری عزیزم را میفرستم، شاید او را عزت و احترام کنند. ولی تاک پروران پسری او را دیده به یک دیگر گفتند: وی میراثخوار است، بیایید او را میکشیم تا که صاحب میراث شویم. و او را از تاکزار بیرون برآورده کشتند. به فکر شما صاحب تاکزار با آنها چگونه رفتار میکند؟ وی برگشته آن تاک پروران را میکشد و تاکزار را به دیگران میدهد. آنهایی که عیسی را میشنیدند گفتند: خدا نگاه دارد. او با آنها نگاه کرده گفت: پس این کلمه های نوشتجات چه معنا دارند؟ آن سنگی را که بناکاران نادرکار حساب کرده یک سو پرتافتند، سنگ اساسی ته کرسی بنا گردید. هر کی به بالای آن سنگ غلطد میده میده می شود و اگر این سنگ به بالای کسی افتد وی را مجق می کند. استادان شریعت و کاهنان کلان فهمیدند که این مثل بر ضد آنها بود و خواستند همان زمان عیسی را دستگیر کنند، ولی از مردم می ترسیدند. آنها یک چند نفر را برای از پی عیسی پاییدن فرستادند تا که خود را راست قول نشان داده او را با سخن به دام افشانند و برای حکم شدن به دست حاکم رومی سپارند. آنها از عیسی پرسیدند: استاد، ما می‌دانیم که سخنان و تعلیمات تو از روی حقیقت است. می‌دانیم که نسبت هیچ کس روی بینی نداری و راه‌های خدا را از روی حقیقت تعلیم می‌دهی. بگو که آیا به شاهنشاه روم انداز سپاریم یا نه؟ او از مکر آنها پی برده با آنها گفت: به من یگان تنگه دینار را نشان دهید. در این تنگه عکس و نام کی است؟
شاهنشاه جواب دادند آنها. عیسی با آنها گفت پس آنچه از آن شاهنشاه است به شاهنشاه بدهید و آنچه از آن خداست به خدا. آنها نتوانستند عیسی را پیش مردم با سخن به دام افزایند و از جواب او به حیرت افتاده خاموش شدند. چند نفر از رویه صدوقیان که زنده شوی مردگان را انکار می‌کردند به نزد عیسی آمدند و به او چنین سوال دادند: استاد، موسی در شریعت به ما نوشته است که اگر برادری کسی فرزند نیافته بمیرد، بگذار وی زن او را به نکاح خود درآورد و فرزندانی به دنیا آمده را همچون نسل برادری مرحومش بداند. اینک 7 نفر برادر بودند. برادری کلانی زن گرفت اما فرزند ندیده از عالم چشم پوشید. برادری دویم، سیوم و همین طور همه 7 برادران زن برادرشان را به زنی می گرفتند، ولی هیچ یکی از آنها فرزندی به دنیا نآورده وفات کرد. عاقبت زن هم از عالم چشم پوشید. پس روزی که مرده ها زنده می شوند و زنی کدام از آنها می شود؟ آخر همه 7 برادران او را به زنی گرفته بودند. عیسی جواب داد: آدمان این دنیا زن می گیرند و به شوهر می برایند، ولی آنهایی که لایق دانسته شدند که زنده شوند پس از آن به آن دنیا رفتنشان نه زن می گیرند و نه شوهر می کنند. آنها دیگر نمی میرند چون که مثل فرشته ها می شوند. آنها فرزندان خدا هستند. آخر خدا آنها را زنده کرده است. در حکایه بوته سوخته ایستاده موسی خداوند را خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب نامیده نشان داد که مردگان زنده می شوند. او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است. برای خدا همه زنده هستند. آنگاه بعضی از استادان شریعت گفتند: خوب گفتی استاد. و دیگر هیچ کس جرأت نکرد که با او سوال بدهد. اما عیسی با آنها گفت: برای چه آدمان میگویند که مسیح یعنی تعیین شده خدا پسر شاه داوود است؟ آخر خود داوود در کتاب زبور میگوید: خداوند و خداوند من گفت تا دمی که دشمنانت را زیر پایهایت نگذارم از دست راستم بشین. داوود مسیح را خداوند می نامد. پس چطور وی پسر شاه داوود شده می تواند؟ هنگامی که تمام مردم به سخنان وی گوش می کردند عیسی به شاگردان خود گفت: از استادان شریعت احتیاط باشید. با آنها معقول است که لباسهای قیمت پوشیده گردند و مردم در بازارها با آنها با عزت و احترام سلام دهند. آنها در جایهای بهترین جماعتخانه ها نشستند و در ضیافتها بالانشینی را دوست می دارند. آنها نمایشکارانه دور و دراز دعا می خوانند ولی در اصل مال و ملک بیوزنان را خورده غارت می کنند. آنها برای این کارهایشان جزای سخت‌ترین را می بینند.